با خاطر رشد دانش علمی دانشجویان در کافدرای تکنولوژی فارماسیوتی و فارماکولوژی فاکولته فارماسیوتی دانشگاه ملی تاجیکستان آزمایشگاه زمانوی تشکیل کرده شده است که با تمام تجهیزات مهیا گردیده است. در آزمایشگاه مذکور کارهای عملی و لابراتوری دانشجویان زیر راهبری آموزگاران گذرانیده می شود. دانشجویان با استفاده از اشیاءهای عیانی طرز تیار نمودن داروها را می آموزند. مهیا نمودن شرایط تعلیمی دانشجویان را وادار می سازد تا همیشه در پی جستجو و نوآوری در این سمت باشند. در کافدرای تکنولوژی فارماسیوتی و فارماکولوژی دو تا لابراتوری تعلق دارد. بیوفارماسیا و لابراتوری تکنولوژی فارماسیوتی، یعنی استحصالات قرار داریم در لابراتوری تکنولوژی فارماسیوتی، یعنی قسمی استحصالات مواد دارویی در شرایط داروخانه محض در همین لابراتوری استحصال کرده می شود. امروزها اگر نظر به سالهای گذشته اعتبار دهیم، امروز یک قسمی реактив هایی که هست برای استحصال کردن محض در شرایط داروخانه الکی تامین شدن، درس‌های عملی را در لابراتوری امکانات استحصال کردن دارند. توجه نسبت فن‌های دقیقی که محض فن‌های تخصصیشان حساب می‌شود، مثال گیریم تکنولوژی فارماسیوتی، شیمی فارماسیوتی، فارماکولوژی، فارماکوگنوزی، اداره‌کنی و اقتصادیات فارماسیوتی توجه دانشجویان نسبتاً زیادتر شده است. دانشجویان استحصال مواد دارویی را هم در شرایط داروخانه و هم در شرایط صنعت می‌آموزند. موضوع امروزه دانشجویان محض استحصال مواد دارویی در شرایط داروخانه، یعنی مجموعه‌های شفایی میباشد. دانشجویان یک قسمت زیادی کار را الکی در شرایط داروخانه آموخته ایستادند، یعنی استحصال مواد دارویی را. реактив هایی که هست، реактив ها 75-80% الکی تامین شده است. دانشجویان میتوانند با پرگی درس‌های عملی را در شرایط داروخانه گذرانند. امروز جوانان از سیاست پیش گرفته حکومت مملکت حرف شکرانه بر لب نموده اندیشه رشد و معرفی تاجیکستان را دارند. از این رو پیوسته علم آموزند و وقت خود را بیشتر در مطالعه و گذراندن کارهای علمی و عملی در آزمایشگاه‌ها می‌گذرانند. در این برابر برای باز هم بلند برداشتن دانش علمی دانشجویان فاکولته مذکور با دیگر کارخانه و آزمایشگاه‌ها همکاری‌ها را به راه مانده برای آماده گردیدن دانشجویان چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شود. بسیار وقت آماده کردن موادهای دارویی از رسانی‌ها گرفتن ماده‌های فعال بیولوژی، آماده کردن خاکداروها و جابجاگذاری آنها، همینطور بارپیچ کردن آنها را می‌آموزیم. عین حال ما در آزمایشگاه تکنولوژی فارماسیوتی قرار داریم و ما با آموزگارمان در برابر جمع‌آوری رسانی‌های دارویی باز ما آماده کردن بسیار موادهای دارویی را می‌آموزیم. ما جوان دختران کوشش می‌کنیم که در ساحه خود نمونه باشیم و برای پیشبرد و پیشروی وطن عزیزمان سهام‌گذار باشیم. گذراندن درس‌های نظریوی و عملی در فاکولته فارماسیوتی دانشگاه ملی تاجیکستان با استفاده از شرایط مساعد تعلیمی باعث رشد دانش و ملکه جوانان می‌گردد. همین است که این نسل جامعه تمام نیروی خود را برای علم آموزی و در عمل تطبیق نمودن دانش اندوخته‌شان صرف می‌کنند.